خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. متوکل برهانوف و جهان موسیقی من. در سالهای کودکی و نورسی گفتن ممکن است تا دوره بعد از جنگ رسیدن به شنیدن سرود و موسیقی نهایت کم واقع می شد. به کنسرت رفتن و حافظی نامداری را گوش کردن واقعی کلام بود. یاد دارم پدر و مادرم در سال 1939 بود مگر شنیدند که در سمرقند کنسرت حلیمه ناصیر و کریم زاکیروف و باز چند حافظان تاشکند برپا می شده است. بلیت گرفتن به این کنسرت نهایت مشکل بود. در این خصوص استاد عینی هم در یک نامش به استاد لاهوتی نوشته است. 30 اپریل 1939 که به قریبی آن را خواندم. زمستان دسته کنسرت ازبکستان به سمرقند آمد که سردار آن حلیمه خانی مشهور بود. بچگان با سرداری خواهرتان خواستند که به کنسرت رفته خوانش حلیمه را شنوند. من برای خریدن 5 بلیت به تئاتر رفتم که بلیت ها یک روز پیش از آمدن حلیمه فروش شده بوده است. من به دیرکتور تئاتر مراجعت کردم. دیرکتور گفت برای تماشابینان عمومی یگان جای فروش هم نیست، اما من می توانم که از لاژه سویت شهر به شما 2 جای مجانی بی پول دهم. البته من راضی شدم و خودم شخصا خواهرتان را گرفته بردم. خاله بچه های چست چالاک هم 2 بلیت برای مادرم و خاله‌ام پیدا کردند. مادرم شاد و خرم از کنسرت آمده گفت بعد از کنسرت هنوز مردم پراکنده نشده ناخواست حلیمه خان پیدا شده و با ما آمده سلام و علیک کرد، پرسپاس نمود. عجب جوانزنی زیبایی و خوشگپ بوده است. خلاص آوازی خواننده مشهور را تنها از رادیوی دیواری می شنیدیم. بعدتر پتیفان پیدا شد. امک بچه پدرم همراه خان از لنینگراد با خواهش پدرم پتیفانی خوبی نو برآمد آورد. پدرم گاه در تنهایی و بیشتر در مهمانداری قرطه های حاج عبدالعزیز، دام الله حلیم، بابا قل فیض اللهیف و شاه نظر صاحبف را میماند. سرودهای این حافظان به تدریج به من تأثیر میگذاشت و خودم هم گاه این قرطه ها را مانده سرودهای کلاسیکی گوش میکردم. سال 1936 جعفرخان امک از سفر مسکو 2 قرطه آورد با ثبت موسیقی های اروپایی. روزی این قرطه ها را آورده در پتیفان گوش کردم. موسیقی یکی از این قرطه ها به زبان روسی که تایسک سریناده نام داشت. موسیقی دلنشینی بود که از صداهای اولین مرا مفتون کرد. قرطه دیگر به حرفهای لاتینی نوشته شده و موسیقی سیمفونی بود. چنین موسیقی پرجوش و خروش و تنتنوار را بار اول می شنیدم. عجیب این بود که موسیقی به من خیلی پسند آمد. 2 قرطه را قریب هر روز گوش می کردم. این شناسایی تصادفی و اولین من بود با موسیقی اروپایی و سیمفونی. تابستان سال 1940 به سمرقند تئاتر اپرت تاشکند آمد. همسایه جوره من صاحب زاده تاتار که در مکتب روسی میخواند، ما او را سنگ میگفتیم، تکلیف کرد که هر دو به تماشای تئاتر رویم. تئاتر در شهر نو در بنای تابستانه نمایش میگذاشت. سپکتاکل اولین آن به من خیلی پسند آمد و ما با سنگ قریب همه سپکتاکل های این تئاتر را تماشا کردیم. نام چندی از اپرته ها را حالا هم در خاطر دارم. سیلوا، بایادرکا، سوادباف مالینوف که این بود ورود دومی من به موسیقی اروپایی. محیط رادیو و کنسرت های روسی و اروپایی که محرران روس ترتیب می دادند هوس و اشتیاقی مرا به عالم این موسیقی بیشتر می کرد. همین شوق و هوس بود که به واسطه برنامه های تاجیکی
بار اول کمپوزیسیون ادبی موسیقی شهرزاد را در زمینه سیمفونی ریمسکی کورساکوف ترتیب دادم. به همین طریقه من به هیچ مرشد به عالم موسیقی سیمفونی قدم نهادم. شناسایی با متوکل برهانوف بی مبالغه گفتن میتوان که مرا به عالم موسیقی نو و دایره آهنگسازان وارد نمود. متوکل را در تاشکند و بیرون از آن دوستانش و عموما اهل موسیقی با طرز مختصر متل می گفتند. نام پدرش مزین بود و از روی رسم و آیین زمان شوروی نام پدری او یعنی اوچستو در حجتها مزینویچ بود. شخصانی نزدیکترینش جوره‌های قرین، شناسانی بخاری، متوکل یا متوکل جان نام می گرفتند. خواهرش فاطمه خان تا آخر عمر او را متوکل جان می گفت. من هم او را تا آخر متوکل جان می گفتم. هرچند از من 10-12 سال بزرگتر بود. اینک در نقل‌های آینده‌ام او را به همین نام ذکر خواهم کرد. متوکل جان قریب 50 سال عمرش را در تاشکند گذرانیده بود و او را آهنگساز ازبک می گفتند. به نظرم او را آهنگساز ازبکستان گفتن درست‌تر است. خود متوکل جان به چنین نام کمتر اهمیت می داد. از وی کم شنیدم که خود را ازبک گوید. فقط این که با اصالت بخاریگی خود فخر می کرد. در واقع من خوب حس می کردم که وی با روح خود، با خون خود، با آداب و رفتار خود تاجیک بود. تاجیک اصیل بخارایی. سخن او را همیشه به تاجیکی می شنیدم. در خانه با خواهر و جیانش با 1-2 خویش باقی ماندهش به تاجیکی حرف می زد. سخن تاجیکی، شعر تاجیکی را نغز می دید. از این زبان و گویش لذت موسیقی می گرفت. متوکل جان سبقهای اولین موسیقی کسبی و اروپایی را در انستیتوت علمی و تحقیقاتی موسیقی سمرقند در مدرسه شیردار گرفته است. بعد از این چند سال در اول سالهای 30 در استالیناباد در تئاتر تاجیکی به حیث نینواز کار کرده است. پرستاری وی در این شهر برادر کلانیش مصباح الدین برهانوف محرر روزنامه تاجیکستانی سرخ بود. بعد از حبس شدن برادرش متوکل جان استالیناباد را ترک می کند. ترس و بیم و دلسردی از بی جرم و بی گناه حبس گردیدن برادرش در دلش ماند. اما محبت فطری نسبت به زبان و ادب تاجیکی، نسبت به موسیقی خلقی و کلاسیکی تاجیکی در وجودش همچنان باقی بود. وی سالهای 1935-39 در استودیوی ملی کنسرواتوری مسکو در رشته کمپوزیتوری و دیریژوری تحصیل می کند. دانشجویان استودیو اکثر تاجیکان و یهودیان بخاری بودند. لاهوتی با بسیار دانشجویان دوستی و رفاقت داشت. در این میان وی به متوکل برهانوف مهر و دلبستگی خاصه می پرورید. در زمینه این دوستی همکاری ایجادی لاهوتی و برهانوف به وجود آمد. لاهوتی به متوکل جان شعر عمری گل را برای ساختن آهنگ تقدیم می کند. این شعر به خانم شمس کسمایی در تبریز سال 1921 اهدا شده بود. شمس کسمایی از زنهای دانشمند و روشنفکر زمان لاهوتی بود و مرتجعان ایران پسر او را به جرم انقلابچی کمونیست به قتل می رسانند. شعر در تسلیت و تقویت دل آزرده شمس کسمایی نوشته شده بود. در فراق گل خود ای بلبل، نفغان برکش و نزاری کن، صبر بنما و بردباری کن، مکن آشفته موی چون سنبل. تو که شمس سمای عرفانی، برترین جنس نوع انسانی، باعث افتخار ایرانی، بهتر از هر کس تو میدانی که 2 روز است عمر دوره گل. این شعر گویا به متوکل نیز همچون تسلی و تسکین اهدا گردید. دل او از دل شمس کسمایی پر زخمتر و رنجورتر بود. سال 1934 برادر او مصباح الدین زندانی و مقتول گردید.
سال 1937 سه عمک او مکمل مخدوم، مؤمر مخدوم و مظهر مخدوم افتخار ضیاییان نو تاجیک و ازبک زندانی شدند و به قتل رسیدند. این شعر با دل مصیبت زده و سینه ریش و پرجراحت وی هماهنگ بود. متوکل خواست که سخنهای پر از اندوه و تسلیت بخش در موسیقی نیز صدا دهد و او رمانسی ای بلبل را ایجاد نمود. این در ایجادیات متوکل 21 ساله رمانسی اولین اروپایی بود، لیکن با اسلوب خاصه، با سلیقه‌ای نو و با آهنگ تازه رمانسی اولین تاجیکی بود. در برنامه‌های موسیقی تاجیکی رادیوی تاشکند این سرود همیشگی و دوست داشته تاجیکان و ازبکان بود. رمانس را دوست بهترین و نزدیکترین متوکل جان داوود ملاخندف می‌خواند. ناتکرار از دل و جان با صدای تنور لیریکی خوب می‌خواند. سالهای همکاری و دوستی با لاهوتی متوکل جان سرودی بوتی نازنینم را تألیف نمود. در همین سال سرود شوخی دلبری ما را نوشت. دخترچه فاطمه خان دلبری 4 ساله خوب می رقصید. لاهوتی به این دخترچه و رقص وی شعری نوشت که مصرع اولش دلبری ما گشت رقصان بود. این سرود شوخ گوشنواز را نظیر احمد و در کنسرت های تاجیکی ما خیلی خوش می سرایید. یکی از سرودهای نهایت دلنشین و به لحن خلقی در شعر لاهوتی ساخته متوکل جان به چشمانت قسم نام داشت که 2 مصرع اولی آن در یادم مانده است. به چشمانت قسم، در چشم من تو بهتر از جانی، عزیزم دلبرم جانم، مگر این را نمیدانی؟ چشمانت قسم در چشم من تو بهتر از جانی، به چشمانت قسم در چشم من تو بهتر از جانی، عزیزم دلبرم جانم، مگر این را نمیدانی؟ عزیزم دلبرم جانم، مگر این را
چنان که می‌بینیم آهنگ و سرودهای نخستین متوکل جان که به آنها موسیقی شناس یانف یانفسکی بهای بلند می‌دهد تاجیکی بودند. لحن تاجیکی، روح عمیق تاجیکی داشتند. در سالهای بعدی نیز در ایجادیات او نقش تاجیکی همیشه هویدا بود. و به شعر حافظ رمانس عالی من نمیدانم چی نام دارد را نوشت که بهترین خواننده آن داوود ملا قندف بود. خورشید من چه نامدان چه نامدان آرد جام شربتی در ساغر دل مدام دارد یاد جانان من نمیدانم چه نام دارد من نمیدانم چه نام دارد در سویت آثار سیمفونی و خاری خود همیشه یک سرود، یک آهنگ تاجیکی را وارد می نمود. در سلسله سرودها برای خار اکاپل متوکل جان سیه چشمک تاجیکی را تألیف نمود. در موسیقی فیلم ابن سینا سرودی را با شعر هلالی داخل کرد. در آپرای نوایی سرود نهایت خوبی تاجیکی صدا می دهد. داستان سیمفونی و خاری خود را به شرف جشن 2500 سالگی بخارا با شعر مشهوری رودکی آغاز کرده است. بوی جوی مولیان آید همی. متوکل جان شخص نهایت حساس بود. خردترین ناهمواری زندگی به وی سخت تأثیر می کرد. از واقعه های فرح بخش، از شادی و آمد کار آشنایانش، خصوصا احتیاجمندان کودکوار خرسند می شد. دستانش را مثل بال مرغ یازانده جنبش های رقصی می کرد. اثر ایجاد نمودن وی نهایت دشوار بود. کسی او را رنجاند و علل خصوص حس کند که ناتوان بین پنهانی به او خلل رسانیدنی است، چندین وقتها از کار می ماند. در خانه هم چندان شرایط خوب ایجادی نبود.
اول اینکه مهربانی، مهمان دوستی و پذیرایی های گرم و جوشان از دوستان خانه آنها را به محفل و مجلس بزم موسیقی و شعر و ادب تبدیل داده بود. متوکل جان که رند و لاابال و آزاد بود، در این مجلس ها زیاد شراب می نوشید، می سرود، اثرهای خود را خیلی خوب و با حساسیت می خواند. کودکوار اطراف مهمانان و دوستان دست جنبان و پاکوبان با سخنهای شیرین و لطیف گرد می زد. متوکل جان شخص پابند احساس و فرمانبرداری دل پرجوش و خروش خود بود. روزی معین، ساعت مقرر برای کار و ایجاد موسیقی نداشت. درآمد مرتب و منتظم نبود. اگر از کینستودیو یا تئاتر موسیقی یا از جای دیگر سفارشی برای نوشتن موسیقی پیدا گردد و اگر موضوعی موسیقی و خود طلبکار به او پسند آیند، موسیقی را زود می نوشت. با مزد کار چند روز و چند ماه را با لاابالی و مهمانداری می گذراند. چنان که خود در ساعت خماری می گفت ساقی بیا غم فردا نخوریم، و به همین آزادی و توکل روز می گذرانید. خود با شوخی می گفت که نام مرا بیهوده متوکل نگذاشتند. من به خدا توکل می کنم و خدا خودش مرا از گزند دشمنان ایمن نگاه می دارد. متوکل جان آثار زیادی داشت که به فرمان دل با تحریک الهام و صدای غیبی نوشته است، مثل مدحیه به پرتی لنین، قصیده نوایی. متوکل جان لنین را دوست می داشت. گمان می کرد که همه بی‌عدالتی ها، کشتارها و تعقیب و تبعید زیاییان عملی ناشایسته استالین است. این را آشکارا گفته نمی توانست. همین مدحیه پرتی لنین اعتراضی بود به مقابل دوران استالین که گویا وی از راه پیش گرفته لنین عقب نشینی کرده است. هر یک اثر نو ایجاد متوکل جان واقعی سورانگیز و تحسین آفرینی بود برای دوستان، برای اهل موسیقی، برای آنهایی که موسیقی حقیقی را از دنبک و کرنایهای پردبدبه فرق کرده می توانستند. دلبر بعد از اتمام مدحیه نوشته بود که در وقت اجرای این اثر، حتی در وقت رپتیسیون، موسیقیچیان ارکستر هر بار از جای خیسته مؤلف اثر را تبریک و تهنیت می گفتند. مقصد بزرگ متوکل جان تألیف آپرا درباره نوایی بود و از جوانی تقدیر شخصی و ایجادی نوایی، زندگی پرتشویش نوایی را با روزگاری ناهموار خود مقایسه می کرد و عکس صدای آن را در سرنوشت خود می دید. تیر ماه سال 1945 در کنسرت ایدانه جشن پرشکوه دانشگاه دولتی تاشکند در حضور مهمانان خارجی و اعضای مقامات عالی حزب و حکومت ازبکستان، بعد از اجرای چند سرود و موسیقی های برنامه کنسرت کنفرانس اعلان کرد: متل برهانوف، اریه گلی از آپرای نوایی، هنرپیشه خلقی سر حلیمه ناصیر و اجرا می کند. کفکوبی ها بلند شد و آواز شیردار و جرنگاسی حلیمه خان زیر گنبد تئاتر اسفردلاف به پرواز برآمد. داد دستیندن فلک، فریاد دستیندن فلک، کم لرگ خار ادینگ منی، کم لرگ زار ادینگ منی. داد از دستت فلک، فریاد از دستت فلک، پیش کی زارم کرده ای، پیش کی خارم کرده ای. معلوم می شود برهانوف نام کمپوزیتور بوده است و به نوشتن آپرای نوایی مشغول است. آهنگ دلخراش و دادخواهانه در لحن سرودهای خلقی و کلاسیکی گواهی آن بود که در میدان صنعت نوی ازبک آپرای حقیقی ملی در سطح موسیقی جهانی به وجود خواهد آمد. لیکن دیگر از این آپرا صدا نمی برآمد. اریه مشهوری گلی را در کنسرت ها حلیمه و ناصیر و می خواند، اما خود متوکل جان خاموش بود. بعد از آن که با وی آشنا شدم از نبودن لیبرتوی آپرا شکایت می کرد.
بارها می گفت که تمام اپرا در تصور او تیار شده است. برای آهنگ و ساخت اپرا لیبرتو لازم است. لیبرتو دراما نیست، موسیقی است. سخنهای آن چون موسیقی باید صدا دهد. حساسیت و طبع نازک متوکل جان را دیده نه هر شاعر به نوشتن لیبرتو برای اپرای وی جرأت می کرد. نیت و عزم نوشتن اپرا متوکل جان را سالها آرام نمی گذاشت. اما راه بسته بود. مکتوبی که متوکل جان بعد از بستلین آباد آمدنم نوشته بود اسرار نهانی دل آن کس را بیان می کرد. این است مختصری آن نامه. ترجمه از روسی. روزگاری ما مثل پیشینه جریان دارد. دیلیه عزیزم در مسکو. فاطمه جان قریب تماما آرام شدند و وضع روحیشان خوب است. اکنون از خودم نویسم. من تا حال سعی می کنم که کار کنم، اما کسالت پردهشت من، تنبلی و علاوه بر آن بیهنری اذیتم می دهد. هنگامی که همه خواب می روند اشک می ریزم. تصور می کنم که زود می میرم و چند صحیفه موسیقی از خود باقی نمی گذارم. خواهش فرا می گیرد که در یگان جای دور زندگی کنم که آرامی تمام دست دهد و در دست یک اکت لیبرتو را داشته باشم. ولی در این خصوص تنها آرزو کردن ممکن است و عملی شدن آن برای من دشوار است. حتی ناممکن است. حالا که به شما این سطرها را می نویسم گریه می کنم. اما اپتیمیست شدن لازم است. برای این نامه حزن‌انگیزم معذور دارید. 17 سپتامبر سال 1955. متوکل جان به این آرزوی خود بعد از 35 سال رسید. از این خصوص بعدتر نقل خواهم کرد. متوکل جان قامتی رسا ولی جسم نهایت نحیف داشت. چهره سفیدگون با اندک داغ‌های نانمایان نغزک. مویهای درازش تا بون گردن می رسید. وقتی گشتن سرش خم و قامتش نیز اندک خمیده بود و نهایت تیز می گشت. انگشتانی نرم و سفیدی باریک داشت، مثل انگشتان زنان اشرافزاده دورانی. نهایت کم غذا می خورد. اگر گویم که چرا اینقدر کم می خورید، می گفت نه گردم بسیار خوردم. از این زیادش وزنی می کند. شکم را روغن زیر می کند. در صحبت و ضیافت عرق را گاها از اعتدال زیادتر می نوشید. در چنین حالت سخنی نابجایی شنود یا در محفل شخصی باشد که مورد خصومت و نفرت اوست، در آخر البته با سخنهای تیز و پرخشونت آن شخص را تحقیر و ملامت می کرد. خلاص در حالت خشم و غضب کمتر خودداری می کرد. متوکل جان برای دوستان، احتیاجمندان، علل خصوص اهل صنعت جانسپارانه خدمت می کرد. برای بهتر شدن وضع زندگانی نیازمندان و کشایش مشکلی کسی نزد راهبران به اداره‌های بالا می رفت و نهایت مشکل‌ها را آسان می کرد. با وجود آنکه خود پول زیاد نداشت، نهایت سخاوتمند و حاجت برار بود. سال 1947 در وقت تحصیل کنسرواتواریا برای دیدن میرانوف معلم دوره جوانیش در سمرقند می رود. پیرمرد 70 ساله از وی خوش استقبال می کند و در وقت رفتن می گوید متل جان، من همین 2 تنبک نهایت عالی را در سمرقند خریداری کرده بودم. حالا احتیاج دارم، می خواهم فروشم. اگر خریدار یابید بگذار آمده گیرد. متوکل جان بعد از 2-3 روز استیپندیه می گیرد و به استیپندیه باز چیز علاوه کرده نزد میرانوف می آید. می گوید که تنبک را فلان کس می گیرد. پولش را پیشگی داد. تنبک را به خوابگاه برده می ماند. بعد از این 1 ماه دراز خودش بی پول نیم سیر و نیم گرسنه می گردد. این تنبک را در خانه او تا آخری عمرش می دیدم. متوکل جان در بین اهل صنعت محبوبیت مخصوص داشت. هم هنرپیشگان دراموی، هم سلیستان اپرا، هم استادان موسیقی او را دوست می داشتند. صمیمانه احترامش می کردند. چنانچه هنرپیشگان مشهور آن دور حلیمه ناصر و تمره خانم، نظیره احمد و که انگشت نمایان جامعه بودند
دوست‌های نزدیکترین و همدم روزهای خرسندی و مشکلی‌های آن کس بودند. گذشته از این، بسیار شخصان مقامات عالی جمهوری متوکل جان را طرفداری، حمایت و با هر گونه یاری خود به ایجاد موسیقی ترغیب و تحریک می کردند. کاتب اول حزب کمونیستی ازبکستان عثمان یوسوپوف از دوره‌های تحصیل کنسرواتوری حامی و غمخوار متوکل جان بود. لیکن متوکل جان از مرحمت و التفات کلانها سوء استفاده نمی نمود. بر روح آزادش اجازه نمی داد که پابند و نیازمند یاری و حمایت ها باشد. او با زحمت خود، با الهام خود، با هنر خود می خواست در جامعه مقام خاصه داشته باشد. از شخصان والا مقام تنها با سلطان عمروف که معاون رئیس سروزیر بود و بعد در مقام رئیس دانشگاه تاشکند کار می کرد رابطه های خوبی دوستی داشت. به خانه آن کس رفت و آمد می کرد. به مشورت های دوستانه آن کس باور و گوش می کرد. می گفت که سلطان عمروف ذوق نازک شعردانی و موسیقی شناسی دارد. با همراهی سلطان عمروف سرود به نام قلدرغاچ یعنی پرستو تألیف کرد که شعر آن از قلم سلطان عمروف بود. متوکل جان تنها به قوه هنر خود، به الهام خود و دعوت باطنی قلب خود به صدای موسیقی تکیه می کرد. اگر همه این در آرامی و آسایش موجود باشد، خللی از بیرون به اعتدال وضع وی عاید نگردد، او زود، خوب و جوابگوی طلبات و ذوق بلند خود موسیقی ایجاد می کرد. متاسفانه آرامی روح و جسم او را خردترین واقعه از اعتدال می برآورد. خصوصا اگر بی‌عدالتی و ناحقی را در نسبت خود و نسبت به شخصانی پاکیزه و زحمتکش ببیند یا حس کند، روزها و ماهها راحت و آرام را گم می کرد. در گذشت شخصانی به قول وی حق پرست، دوستانی هم مسلکش سخت تأثیر می کرد. در گذشت دوستی نزدیکش موسیقی شناسی به قول خودش حق پرست ودیم الکساندرویچ مین برای وی مصیبتی سخت بود. دلبر در این خصوص نوشته بود: من از تقایم در خواطر هستم. بعد از وفات ودیم الکساندرویچ مین خیلی خسته و رنجور است. هر صبح که تلفن می کنم از آوازش پی می برم که شب نوشیده است. اکا جان، شما می توانید سخنهای پیدا کنید. به آن کس نامه نویسید. گویید که آن کس برای همه ما شخصی در کاری هستند. یا شاید یک نامه ساده نورباری یعنی امید بخش به وی نویسید. 24 مارس سال 1971. در واقع هم شعار متوکل جان حقیقت و عدالت بود. رسول جان می گفت: من بیهوده برای حقیقت و عدالت جانسپاری نمی کنم. ناحقی و بی‌عدالتی را در تقدیر پرفاجعه‌ای عمک‌های خودم و برادرم دیدم. امروز چگونه می توانم در نزد بی‌عدالتی و ناحقی سر فرود آورم؟ عدالت و حقیقت مرا به بارگاه عالی موسیقی هدایت می کند. متوکل جان مرا در ردیف خود مبارز راه حقیقت و عدالت می دانست. 3 سال پیش از وفاتش کتابی را که موسیقی شناسی خیلی پخته و دانشمند یانف یانفسکی درباره او نوشته بود از بخارا به رسم تحفه فرستاد. در اول کتاب با خط بچگانه‌اش نوشته است: به دوست عزیز، دوست حقیقت و عدالت، رسول جان. ببینید که حتی در ایام پیری، در این وقت 83 سال داشت، شعار و مرام زندگی خود را تغییر نداده است. بعضا به وی نگاه می کردم و به خود می گفتم که مبارزه ها برای حقیقت و عدالت به جسم و روحش سخت تأثیر می کند. ماها حتی سالها خللدار الهام غیبی او می گردد. علل خصوص افسوس می خوردم که مبارزه و کشمکش های او با ارباب مشهوری موسیقی ازبکستان، مختار اشرفی، وی هم تاجیکی بخاری بود، خیلی طولانی و برای متوکل جان خیلی گران بود. کشمکش ها،
مباحثه ها، مناقشه ها نه تنها در دایره ایجادی، حتی در یک دو بار در کمیته مرکزی حزب با اشتراک شخصان عالی مقام برپا شده بود. یکی از عیبنامه های متوکل جان به اشرفی آن بود که وی در اثرهای موسیقی خود از آثار آهنگسازهای دیگر، خصوصا معلمان خود استفاده برده است. آثاری که وی امروز به آن افتخار دارد محصول زحمت و قدرت خاصه وی نیست. متوکل جان در این سمت حتی حجت‌های قاطع جمع می‌کرد. باری نسخه را از روزنامه واسیلینکو، آهنگساز، استاد کنسرواتوری مسکو، معلم اکثر آهنگسازان ازبک نشان داد. واسیلینکو نوشته است مضموناً: اپرای بوران خیلی با موفقیت گذشت. همه مرا و اشرفی را تبریک می کردند. اما اشرفی چه نسبتی داشته باشد؟ بوران اپرای نخستین ملی ازبکی اثر اشرفی و واسیلینکو بود. در اطراف اپرا بسیار حمد و ثناها خوانده شده بود. متوکل جان هم ستایش و تعریف های از حد زیاد اپرا و هم منسوبیت کامل این اثر را به نام اشرفی رد می کرد. مبارزه متوکل جان به قول خودش برای حقیقت و عدالت تا رفت شدت می گرفت. ترغیب و تشویق رفیقان و مصالحه و مواسا از طرف متوکل جان قبول نمی شد. در مبارزه متوکل جان به غلبه نچندان دور هم نائل شد. مختصر واقعه به این قرار است: در اول سالهای 60 متوکل جان رئیس اتفاق آهنگسازان ازبکستان انتخاب شد. این بار اول و آخرین بود که متوکل جان به ایفای وظیفه راهبری مأمور شده بود. در یکی از پلنوم یا سیزد اشرفی را به نظرم به همان عیب پلاگیات از عضویت اتفاق آهنگسازان خارج می کنند. چون این مجلس و معرکه ها بر ضد شخصان نامدار دوران استالینی و بعد از سیزد تاریخی 20 حزب کمونیستی خیلی اوج گرفته بود. به نظرم در مورد اشرفی نیز آن معرکه ها بی تأثیر نبود. من مختار اشرفی را دیده اما با وی آشنا و همصحبت نبودم. سال 1971 در مسکو در روزهایی که ما 60 سالگی زادروز میرزا ترسونزاده را تجلیل می کردیم با مختار اشرفی ملاقات کردم و در چندین محفل و قبولهای رسمی با هم بودیم و در این وقت باز در موقع اولی خود برقرار شده بود. چون دانست که به دوشنبه به واسطه تاشکند می روم با اصرار به شنیدن آپرای نوی خود دلارام دعوت نمود. گفت که به ایرپورت ماشین به شخصی را می فرستد تا مرا پیشواز گرفته راست به تئاتر بیارد. همین خیل هم شد. بعد از تماشای آپرا مرا به منزل خود برد و گفت که تا رفتن از تاشکند مهمان وی باشم. از آنکه در خانه به اصطلاح دشمنیت متوکل جان مهمان هستم خجل نبودم. من عموماً کی بودن اشرفی را کمی باشد هم فهمیدنی بودم. دیدم که اشرفی در واقع یک نفر خادم در مقام سروری جمعیت موسیقیچیان و هنرمندان است. این کار را هر کس به عهده گرفته نمیتواند. برای این غیرت و قوت و نظام سخت فعالیت لازم است. همان شب از مسکو برآمدنش اشرفی تا ساعت 11 شب در کنسرت دیریجاری کرده، بعد ساعت 2 شب 5 صبح تاشکند با هواپیما به تاشکند می رسد. چند ساعت خوابیده به رپتیسیون اپرا می رود و باز بیگاه به اپرا دیریجاری می کند. برای چنین کاری پر از زحمت، شوق و اشتیاق، قوت، غیرت و از راحت و آسایش دست کشیدن لازم است. برای صنعت عالی برهانوف ها چقدر لازم باشند، وجود اشرفی ها نیز برای جامعه لابد است. یکی به امر دل، دیگرها به چینک عقل کار می کنند. بتخوون و گوته در کارلسباد استراحت می کردند. روزی به تفرج همراه می برایند. از دور روبروی آنها کارول آلمان با همسرش می آیند. بتخوون از نزد آنها تعظیم نداده گذشته می رود. گوته به یک طرف پیرهه می گذرد و تا گذشتن آنها به تعظیم راست می ایستد. هر دو بزرگوار بودند. یکی فرمانبردار دل، دیگری چاره‌ساز عقل و خرد. در سفری من متوکل جان در تاشکند نبود. بعد از چند وقت در تاشکند بودم و از ملاقاتم با اشرفی گفتم. تنها تبسمی کرد و ماند. فهمیدم که دوستی ما
بزرگتر از این اقدام من است برای وی. متوکل جان در زندگی درویش بود. از مال و ثروت دنیا صرف نظر کرده بود. از آرایش ظاهری زندگی دور بود. بعد از مرگ فاطمه خان خانه و جای خود را به دلبر و فرزندان او واگذاشت. خود در تنهایی گویا در عزلت و اسرت زندگی می کرد. در خانه تنهای آخرین وی که در همسایگی دلبر واقع بود، یک خانه کلانتری گویا برای قبول مهمانان و یک اتاق خرد دیگر برای کار و خواب داشت و بس. سالها حتی پیانینوی خود را نداشت. در خانه وی پیانینوی بود که خزینه موسیقی ازبکستان به عاریت داده بود و متوکل جان هر سال حق اجرت را پرداخت می کرد. فقط سالهای آخر در خانه کارش رایل خردی را می دیدم که گفت هدیه خزینه اتفاق آهنگسازان است. متوکل جان به بالای آزار و رنجهای روحانی به ضربه و گزندهای جسمانی نیز گرفتار می شد. بار شبانه 2 شورپشت حمله آورده او را مشتکاری کردند که سر و رویش خونشار و سرش صدمه سخت دیده چند ماه از کار مانده بود. می گفت که این کاری بدخواهانی اوست. به نظرم گپش جان داشت. بار دیگر در خانه سیمی برق را درست کردنی شده است. ناخست برق به دست او ضربه وارد نموده و او چند ساعت بیهوش خوابیده است. در نتیجه انگشتان وی 2-3 ماه کرخت و بی حرکت از کار ماندند. سال 70 به تاشکند رفته بودم. متوکل جان در خانه دلبر، یعنی در همان منزل اولین خود بود. گفت که وی یک بوستانسرای عالی گرفته و حالا آنجا اقامت دارد. همان روز به بوستانسرا رفتیم. بوستانسرا نهایت دور بیرون از شهر بود. این منزل‌های نو ساخت بود که بعضی از آهنگسازان با عائله خود زندگی می کردند. آنجا حالا گاز نبود. برق هم منتظم نمی آمد. در کرسینک یا روی حولی در آتشدان خوراک می پختند. این برای متوکل جان مجرد نه زندگی بلکه یک زحمت پرتشویش بود. گفتم که زود از اینجا به شهر کوچیدن لازم است. خود وی هم می گفت که همین طور باید کرد. راهش نه فقط دور بلکه برای من هم خطرانگیز است. روزی گفت وی بی وقتی در تراموای خالی و بیکس می رفتم. در راه یک جوانمرد سوار شد. نزد من نشست و به ته گوشم با آوازی پست گفت: خوش، کمپوزیتور میلیونر شما می؟ من شما را نغز می شناسم. این راه برای شما پرخطر است. اگر خواهید که همیشه به سلامت به باغتان رفت و آمد کنید، فردا شب در همین ساعت در همین وگان 50,000 سوم نقد آورده به من می سپارید. بعد جان شما در پناه خدا می شود. من چی گفتنم را ندانسته خوش گفتم. روزی دیگر به زور 5,000 سوم جمع کرده در همان ساعت و همان جای آمدم. جوان در وگان بود. گفت که در ایستگاه آینده می فراییم. من به وی 5,000 سوم را دراز کرده گفتم ما در واقع هم کمپوزیتور هستیم، اما میلیونری شما می گفتگی نه. بود و شدمان همین بود. مرا می بخشید. خیر، از شما همین قدرش هم کفایه گفت و پول را به جیب انداخته غایب شد. بعد از این به هیچ دودلگی به شهر کوچیدم. متوکل جان زندگی را در تجرید سپری نمود. هیچگاه زن نگرفته بود. می دانست که با چنین درویشی، آزادمنیشی، لاابالی، رندی دشوار بود که عائله ساخته تواند. بارها می گفت که فاطمه جان فلانی یا بسمدانی را برای من خواستاری نمی کند. نمی دانند که من برای آن نامزدها زندگی سعادتمند را آماده کرده نمی توانم. متوکل جان با قلب و وجود خود عاشق بود. در زندگی تلخی عشق ناکام را چشیده بود. فاطمه خان می گفت که دادر وی در مسکو وقت جوانی عاشق چیدا یک ارمنی دختر بود. دختر نیز متوکل را دوست می داشت. چه شد و آنها به هم رسیدن نتوانستند. در سالهای 60 نیز متوکل عاشق دختری بخاری شده است. این دختر برای تحصیل به تاشکند آمده با توصیه بعضی شناسهای فاطمه خان و متوکل جان به خانه آنها زود می آمده است. فاطمه خان حس کرده است که متوکل جان او را دوست داشته و دختر هم مایل آن کس بوده است.
فاطمه خان خود مانع این عشق شده به آن سبب که گویا سن و سال آنها به هم موافق نبوده است. متوکل از عشق ناتمام خود به من چیزی نگفته است، لیکن 2-3 سال که با همسرم به تاشکند می رفتم یا خود متوکل جان به مهمانی ما می آمد، در عین سرخوشی اگر به همسر من مراجعت کند بشیر خان بشیرچ که نگفته به اختیار نام همان دختر را می گرفت. سالهای 80 و اولهای 90 عصر گذشته آرامی و آسایش روحانی و اعتدال صحت و سلامت متوکل را مشاهده می کردم. برابر همین اوج و برار و عروج ایجادی نصیب متوکل گردیده بود. دوستان و پیوندانش از جمله من هم این را بخت و سعادت آسمانی می دانستیم. در آخر سالهای 80 متوکل جان عزم قطعی نمود که به نوشتن اپرای نوایی آغاز کند. به من لیبرتوی آخرین را که کدام یک شاعر نامدار نوشته بود خوانده داد. آخرین لیبرتو نه پیسه خوب است. اپرا دراماتورگی مخصوص خود را دارد. عزم کردم که خودم هم دراماتورگی اپرا و هم متن آن را سازم. در 2-3 سفری که آخر سالهای 80 به تاشکند اتفاق افتاد، متوکل جان پارچه و صحنه‌های تألیف کرده خود را از نوایی در پیانینو می نواخت. آنها را شرح می داد، در انتخاب سخن و تعبیرات مشورت می خواست. در این صحبت‌ها به تأکید خواهش می نمودم که به نخست نمایش اپرا حتما مرا دعوت کند. به پریمیر اولین رسیدن نتوانستم. 10 دکبر سال 1990 در روزی گرم و نرمی تیر ماه عازم تاشکند شدم. با همسرم بشیر خان و نبیرم رامین 5 ساله. همان روز بیگاه به تماشای اپرای علیشیر نوایی رفتیم. در تالار تئاتر گل زیایان تاشکند جمع آمده بودند. خود متوکل جان دریجاری کرد. عریه های زیبای و دلچسب، رقص های نهایت موزونانه آشوب انگیز، کفکوبی های پرموج برمی انگیخت. من که از زحمت و اذیت های مؤلف واقف بودم، در این لحظه ها از دیده هایم به اختیار اشک جاری می شد. تیر ماهی سال 1945 ماهی دکبر بود. به یادم می رسد شبی که در کنسرت حلیمه خانم نخستین بار عریه گلی را سروده بود. 45 سال گذشته و اکنون طفل نازپروری متوکل جان روی صحنه راه روان گشته است. دیرتر مقاله نوشتم درباره تاریخ اپرا، درباره تأثیر و نقش آن در دل و روح ما. روزنامه حقیقت ازبکستان ماه ایون سال 1991 آن را به چاپ رساند. ماه نوامبر سال 1995 در راه سفری پاکستان و در بازگشت چند روز در خانه متوکل جان به سر بردم. متوکل جان کنتنت خود را به افتخار 2500 سالگی بخارا در رایل شنوانید. به یادبود قربانیان ترور استالینی رکویم تازه ایجادش را با آب دیده در رایل نواخت. سرودهای حزین آن را زمزمه کرد. در این سفر تکرار می کرد: رسول جان، در تاشکند دیگر اقامت کردن نمی توانم. از سالهای اول عزم و نیتی به شهر خودم به زادگاهم بخارا رفته در یک گوشه خلوت و عزلت عمر به سر بردن داشتم. لیکن مرا فاطمه جان دلبر خردسال پابند بودند. اکنون آزادم، به بخارا می روم. از این محیط نامأنوس و بیگانه دورتر می روم. شما هم رسول جان دوشنبه را ترک گویید، به سمرقندتان، به زادگاهتان، وطن گذشتگان خود بازگردید. شما مرغ آزادید متوکل جان، من آزاد نیستم. در دوشنبه باغی پیفکندم که گل و نهالهایش فرزندانم، نبیرگانم هستند. حیف باشد که باغبان بوستان را به حال خود گذاشته رود. نیت بخارا رفتن را از متوکل جان در طول سالیان دراز بسیار می شنیدم. گمان می کردم این همه از جوش احساسات و عرض آرزوهای عملی ناشدنی است. ولی این بار عزم قطعی بوده است.
متوکل جان به کسی حتی به نزدیکان خود حرفی نزده خانه را می فروشد، اسباب و جهازش را به ماشین بار کرده به بخارا می فرستد و بعد خریدن بلیت هواپیما برای خیر و خوش پیش دلبر و شوهری وی می درآید. همانا می ترسید که از نیتش به آنها لب گشاید، حتما او را از راه باز می دارند. اول ماه ایون سال 1997 از سفری 2 ماهه امریکا با پسرم فریدون در تاشکند توقف کردیم. متوکل جان نبود. یک گوشه تاشکند برای من ساکت و خاموش و خالی بود. در این سالها متوکل جان را از روی حق و حقانیت پاسداری و احترام نمودند. بعد از آنکه موسیقی وی بار دوم با شعر عبدالله عارفوف همچون گیمن ازبکستان تصدیق گردید، بار اول این موسیقی سال 1947 با شعر تیمور فتاح چون گیمن جمهوری قبول شده بود. شهرت و منزلت او باز افزونتر گشت. سال 1993 ماه اوگوست پرزیدنت ازبکستان او را با آردنی برای خدمت‌های بزرگ جایزه عالی دولت مشرف ساخت. ماه می سال 2001 در تالار پرشکوه ترکستان تاشکند جشن 85 سالگی متوکل برهانوف را برگزار نمودند. 18 ماه می سال 2002 در تالار بنای نوساخت کنسرواتوری کنسرت کلانی از اثرهای متوکل جان به افتخار زادروزی او برپا می گردد که در آن خود وی هم شرکت داشت. بعد از 2 روز کنسرت به بخارا بر می گردد و بعد ناگهان بیمار شده 13 ایون جان به حق تسلیم می کند. او را با احترام بزرگ و تجلیل شایسته به خاک می سپارند. در تعزیه نامه حکومت ازبکستان او را انسانی بزرگ گفتند. من می گویم که او انسانی کامل بود. مال و دولت بزرگ دنیوی نداشت، اما دل بزرگ الوی داشت. خدا رحمت و شایسته جنت کند. بعد از به بخارا کوچ بستن متوکل جان را دیگر ندیدم. وضع ناهموار زندگی فرصت و امکان نداد که به بخارا سفر کنم. در سفرهای سمرقند چند بار از تلفن با وی صحبت کردم. صدایش متین بود، اما از پیری و ضعف تن شکایت می کرد. خبری فوت او بعد از 1 هفته رسید. به تاشکند به دلبر تلفن کرده عرض تسلیت و همدردی کردم. این است قصه متوکل جان و دوستی و همرازی 50 ساله ما.